تقول ماه مبارک رمضان قریب هست که مهمان ما بشود و این ماه یک ماه بسیار عظیم و ماه بسیار بزرگ و ماه نزول قرآن عظیم و شان هست و ماهی که در ساختن انسانیت و جامعه انسانی، در ساختن جامعه اسلامی بسیار تاثیر بسزایی داشته است و بسیار مؤثر واقع شده است. و اگر ما نگاهی به تاریخ ادیان بکنیم و به برنامه های ادیان، به برنامه های دین اسلام، به همین نتیجه میرسیم که الله تعالی که خالق انسان هست و انسان را الله تعالی آفریده، به این انسان بسیار صلاحیت داده، بسیار استعداد داده. استعدادهای نهفته در انسان موجودند که اگر بروز بکنند اون استعدادها و شایستگی ها، انسان وجودش مایه رحمت می شود برای خودش و هم مایه رحمت برای جامعه انسانی می شود. انسان اون موجود ارزشمند که گرچه در او بعد حیوانی موجود هست اما بعد ملکی موجوده که در مخلوقات دیگر این بعد وجود نداره. همه حیوانات بالاخره یک تقاضایی دارند به خاطر حیوانیتی که دارند، ولی انسان تقاضاهاش تنها اون بعد حیوانی نیست، بلکه تقاضاهای به عنوان بعد ملکی در انسان وجود داره که اگر اون تقاضاها را ما برآورده بکنیم، انسان به قرب الله میرسه، انسان شایستگی پیدا میکنه، شایستگی های درون و استعداد درونش بروز میکنه و انسان وجودش رحمت میشه، سایه رحمت الله تعالی میشه روی زمین و انسان میشه یک موجود بهشتی و انسان وجودش مایه خیر برای بندگان الله میشه، برای روی زمین، مردم روی زمین می شود و روی این الله تعالی برنامه ریزی کرده برای ساختن انسان و که انسان را از بعد اعتقاد بسازه و از بعد عمل کرد بسازه، کردار و رفتار بسازه و از بعد اخلاق بسازه و از تمام ابعاد الله تعالی برای ساختن انسان، برای تزکیه انسان، برای تربیت انسان برنامه ریزی کرده است. اگر بشر تن بده به برنامه های الله تعالی و استقبال کنه برنامه های حکیمانه پروردگار و خودش را در اختیار پیامبران بگذاره و بیشتر در اختیار محمد رسول الله رحمت للعالمین بگذاره،
در اختیار سیره مصطفی خود را بگذاره، در اختیار قرآن بگذارد. تعلیم زیبایان حضرت این انسان شک نیست که به وارستگی میرسد، ترقی میکنه، پرواز میکنه، انسان پرواز میکنه به سوی الله و به قرب الله تعالی انسان میرسه. این انسان ها که روز قیامت به جنت فردوس میروند و انسان هایی که از جانب الله تعالی رضایت دریافت میکنند و در میدان محشر و قیامت که اولین و آخرین حاضران سربلندی بزرگ کسب میکنند، این انسان ها اونا هستند که خودشون را ساختند. او صفات بهیمیت و حیوانیت که در انسانه، در رندگی در انسان وجود داره، بخل در انسان وجود داره، حرص وجود داره، انسان حریص موجودی است که قرآن میگه ان الانسان لحب الخیر لشدید. انسان برای محبت مال خیلی سخته. اگر این محبت مال نه، محبت شدید مال، سخت مال عیبه. اگر این از وجود انسان بیرون بشه، اگر انسان تکبر داشته نباشه، خودخواهی داشته نباشه، خودبینی داشته نباشه، خودپسندی داشته نباشه، و اگر انسان حسود و کینه‌ور نباشه، کینه توز نباشه، انسان تواضع داشته باشه و انسان سخاوت خوش سخاوتمندانه باشد، سخاوت داشته باشه، از مالی که الله داده خرج کنه بر فقرا و مساکین و بر تندستان، به جاهای مصرف برای الله خرج کنه. و اگر انسان از این رذائل اخلاقی و زشتی های اخلاق دور بشه و این انسان به وارستگی میرسه، به انسان به شایستگی میرسه. الله تعالی خواسته که برای ساختن این موجود ارزشمند، ساختن این موجود قیمتی انسان برنامه ریزی بکند و برنامه بریزد. لحظه این ادیان سماوی، بعثت پیامبران برای همین خاطر است که انسان بسازند و بر روی انسان کار کنند و انسان از درون ساخته بشه، از درون انسان به وارستگی برسه، حب الله تعالی در دلش قرار بگیره، فکر آخرت را داشته باشه و آخرتش را بسازه، هم دنیا را بسازه هم آخرت را بسازه. دنیا نیاز و ضرورت ماست و آخرت هدف اصلی زندگی انسانه و انسان شایستگی داره که در همه ابعاد کار کنه. دنیا را بسازه، قادر توانایی داره، شایستگی داره هم آخرت تا بسازد. و این ماه مبارک رمضان برای همین هدفه که الله یک ماه را که ماه نزول قرآن عظیم الشان است، ماه روزه قرار داده و فضا را به طور کلی عوض کرده است. در یک ماه انسان میتونه سیر بزرگی را، مسافت بزرگی را طی بکنه
اگر انسان جدیت داشته باشه، اگر انسان تلاش کنه، اگر انسان کمر همت را ببنده و خود را در اختیار و مرشد اعظم قرار بده و مربی بزرگ قرار بده، وسیله او و رهنمایی او را در زندگیش پیاده کنه، چگونه او روزه گرفته، چگونه رمضان را سفری کرده، عمل کرده آن حضرت در رمضان چه بوده، قرآن در رابطه و رمضان چه برنامه ریزی داره. اگر این برنامه را صحیح و درست ما استفاده بکنیم، از برکات این ماه، از تاثیرات این ماه بهره‌مند میشیم و این سرمایه عظیم، فرصت بسیار بزرگی است، فرصت عظیمه و این فرصت که بگذره و رد بشه از سر، بعد این فرصت مجدد به دست نمی آید. فرصت که فرصت رفته از دست رفته بر نمی گردد. و روی این از بالاترین برنامه روزه ماه مبارک رمضان هست. این روزه را الله فرض گردانیده. معنای فرض آنه که بدون روزه انسان نمیتونه تزکیه بشه، اصلاح بشه. یہ احکامی که فرضان همه این سازنده هستن برای انسان، همه انسان می سازن. برنامه های دین اسلام تمام سازندن. نماز انسان می سازه، روزه می سازه، پرداخت زکات انسان می سازه، صدقات و خیرات انسان می سازه، تلاوت قرآن انسان می سازه، ذکر الله در ساختن انسان تاثیر داره. این تمام اعمال که الله تعالی قرار داده و بعضی را مثل روزه فرض کرده و نماز، زکات، حج رکن گردانیده از این ارکان مهم دینن، این تاثیرشون خیلی حیاتی و مهمه. بدون انجام اینها انسان ساخته نمیشه. او جوهری که در انسان موجوده او گوهرش بروز نمی کنه و روی اینها را الله تعالی لازم قرار داده است. بسیار حیاتی ہے، بسیار ممکنه احساس بار بکنن که رمضان می آید و به هر حال باید روزه بگیریم. از نماز احساس بار می کنن، از زکات احساس بار می کنن. هنوز تاثیرات اینها را در زندگی نمی دانن. آگهی و اطلاعات نسبت به احکام، فلسفه این احکام، تاثیر این احکام در جامعه، در افراد، هنوز اینها را نمی دانند. خیلی مهمه. ولذا این که یک فضای را الله برقرار میکنه در ماه رمضان، فضای معنوی را، فضای نورانی برپا می شود و برقرار میشه که همه فرصت برسه به همه که برای خودشو فکری بردارن. و این که آمده شیاطین بسته میشن و شیطان الله دسترسی نمیده به انسان. به برکت همین فضای، به وجود همین فضای معنوی است. شیاطین بالاخره اگر زنجیر ظاهری به پای شیطان ها نباشه و اما این زنجیر معنوی است که این فضا وقتی که منقلب میشه و عوض میشه، گویا بر پای اینها زنجیر هست،
گویا اینها قید شده و مقید شدن و نمیتوانند کاری را انجام بدن. همانطور که یک زندانی از دستش در زندان کاری ساخته نیست، از دست شیطان هم چیزی ساخته نمیشه، چرا که فضای معنوی آمده، روزه آمده است و روزه دسترسی شیطان بر انسان کم میکنه، دسترسی زیادی پیدا نمیکنه. ولهذا ما از اول تا آخر خیره، از اول تا آخر رحمته، از اول تا آخر برکاته، از اول تا آخر فیض الهیه، منبع فیاض بسیار به فواره می آید و فیض از جانب الله تعالی بر بندگانش می ریزه، رحمت خاص نازل میشه و فرصت بسیار عظیمی است که الله تعالی عنایت میکنه و در این ماه باید همه آمادگی داشته باشند، همه ما آمادگی بکنیم که از هر نوع در هر نوع خیر سهم بگیریم و از هر نوع خیر استفاده بکنیم، همه در جهت رسیدن به الله، کسب کردن رضامندی پروردگار، در جهت ساختن خودمون که خودمون را بسازیم و از برکات این معنی که شبها قرآن تلاوت میشه در نماز تراویح که یکی از عبادتهای بسیار بزرگه و در آن قرآن تلاوت می شود و قرآن چه تأثیری داره. اگر ما معنای قرآن بفهمیم یا نفهمیم، قرآن اثراتش را داره و تأثیرش را داره. ولهذا این ماه قرآن عظیم الشان، قرآن به کثرت تلاوت بشه. این ماهی است که حضرت صلی الله علیه و سلم که همیشه سخی بودند و سخاوتمندی حضرت صلی الله علیه و سلم معروفه که خودشون گرسنه نمی نشستند و فرزندان هم ایشان، ولی دیگه گرسنگان رسیل میکردن، دیگران بر خود ترجیح میدادند، دیگران بر خود اولویت میدادند. آن حضرت در این ماه چنان سخی می شدند و چنان دست آن حضرت دراز بود و دهنده بود که خیر آن حضرت به همه می رسید. و لحظه در این ماه یکی از مسائل همینه که ما زکات های اموالمون که ندادیم پرداخت کنیم و علاوه از زکات از اموالمون خیر بیرون بکنیم، فقران، مساکین، خانواده های زندانیان، افرادی که مریضند و خانواده هایی که سرپرست تشون را از دست دادن، یتیم و بی سرپرست و زنهایی که بیوه شدند و با بچه ها ماندند، مدارس دینی هم، مساجد هم و تمام راه های خیر هم که به این راه های خیر همه رسیدگی کنند، همه درستند. فضیلت بسیار بزرگی داره و به کثرت ذکر کنیم. در حدیث شریف مطلب آمده است که سوال کردن که حج چه کسی بیشتر فضیلت داره که جهت حج میکنه؟ فرمودن که هر کسی که بیشتر ذکر میکنه. معلوم میشه که در تمام اعمال، در تمام عبادت ها، یکی از هسته های مهم هر عبادت ذکر الله تعالی است.
و این چیزی که به عبادت ارزش میده، عبادت ارزش پیدا میکنه و ثوابش بالاتر میشه، مقبولتر میشه نزد الله تعالی که از جمله حج، از جمله روزه است. و در ماه رمضان به کثرت الله تعالی یاد میشه، علاوه از تلاوت قرآن عظیم الشان که خودش ذکره و تسبیحات، درود، استغفار و پرهیز از گناه، که این هم از هستهای بزرگ و از اصولهای مهم عبادات که هم الله ذکر بشه و هم از گناه پرهیز بشه. دعای نیایش، توجه الی الله و هر اندازه که در انسان طلب باشه و هر اندازه در انسان تشنگی باشه و هر اندازه در انسان خواهش و خواسته باشه، همان اندازه الله تعالی عنایت میکنه. دعا بشه برای همه مردم دنیا، برای همه مظلومان دنیا و برای یک دیگه دعا کنیم، برای تمام جامعه انسانی دعا بشه، هدایتش، خیرش، و برای مظلومان فلسطین و دیگر مظلومان دنیا دعای خیر بشه و الله تعالی من شما را توفیق عنایت کند. و انشاءالله بقیه مسائل ماه رمضان در هفته آینده عزیزان و دوستان خدمت شما مذاکره میکنم. سیلی که اخیراً در دشت یاری آمد و بسیار سیل بزرگی بود که هنوز ظاهراً کلاً آب تخلیه نشده و مبالغ کاهش پیدا کرده و در این سیل بردگی به هر حال رسیدگی مردم خیلی خوب بود و به هر حال ما دعای خیر بکنیم در حق همه کسانی که به نحو رسیدگی کرده و جا دارد که تشکر از همه بکنه، آنجا رفتند و خدمت کردند. ولی آنچه که تشکر ویژه هست از مردم عزیز ایران، از مردم هم بلوچستان، سیستان و هم جا داره که از کردستان عزیزان کردمون یاد خیر کنیم و دعا که خیلی همت کردن، کمپین تشکیل دادن و جمعوری کردن و اخیراً یک همه ملت ایران، همه مردم عزیز ایران جای تشکر وجود داره. اخیراً یک دری خیلی باز شده در ایران و او همدردی مردم در میانش، مردم نسبت به یک دیگر همدردی پیدا کرد. این چیزی که قدرت مردم از تمام قدرت ها بعد از قدرت الله تعالی که قابل مقایسه نیست با هیچ کسی، ولی بالاترین قدرت همون که الله در مردم گذاشته است، اراده مردم، همت مردم، تلاش و کوشش مردم در تمام آفتها که در هر گوشه از ایران آمده، مردم عزیز ایران سعی کردن که خود را برسانند و کمک مردم از همه چیز جلوتر بوده است. این یک خیری است که
یادداشتی دادن که مردم تهران، مردم کرج، بله کردستان من یاد کردم و تمام مردم ایران ماشاءالله ممکنه کم و بیش داشته ولی همه همت کرده، از تمام جا همت شده است. ولی این مردم عزیز آسیب دیده و سیل زده یه دشتیاری رسیدگی کردن، دعا کردن، مهم همدردی داشتن. این همدردی مصیبت را آسان میکنه و پریشانی را کاهش میده و احساس میکنه که ما تو این مسائل و مشکلات تنها نیستیم. این نکته خیلی مهمه. مردم عزیز دشتیاری یا دیگر مردمی که در ایران آسیب میبینند، آسیب دیدن گاهی، همین که احساس کرده که مردم در کنار ما هستند، دل سوزن، یکی آب میاره، تواناییش همی اندازه که آب بده، یک بطری آب معدنی بیاره بده به کسی. چنانچه در این ایام اونجا این مسئله که خیلی نیاز بوده، یکی غذای میاره، یکی چیزی دیگری میاره و همون توانایی خودش را میارد. این مایه دلگرمی اون مصیبت دیدگان میشود، سیل زده ها میشه و الحمدلله مردم عزیز ایران کوتاهی نکردن و الله تعالی ملت حفظ کنه و الله تعالی ملت روز بر روز با خودش نزدیکتر بگرداند و در عرصه های همه عرصه ها پیشرفت و ترقی عنایت کند. و الان عزیزان می فرمایند اعلام کرده از مناطق سیل زده که نیاز به بسیاری از این مواد که مردم میان الان نیست، مثل مواد غذایی، اجناس، اقلام و اون چه که نیاز مهمه برای این مردم سیل بند هست، بنده که در اطراف روستاها کشیده بشه و که دو مرتبه سیلی وارد نشه تو این روستاها. زیر ساختها هستند که زیر ساختایی که تخریب شدن بازسازی بشن، زیر ساختایی که نیاز احداث بشن و نیازهای اساسی و مهم که میمانه برای منطقه همین هستند که اینا نیاز به دستگاه دارن، دستگاه های سنگین میتوانن که اونجا کار کنن. فرسال هم اعلام شد و همت شد ولی منطقه خیلی وسیعه، ممکنه بعضی جا کار شده ولی همه جا کار نشد و این مشکلات جلوگیری از سیل علاج داره و علاجش آسانه اگر هزینه مختصری هم انجام بگیره. از خیلی آفتها جلوگیری میشه. هم میتونن که همه آب در منطقه نگهداری کنن بدون اینکه ضرر برسانه، مدیریت کنن، کارشناسی کنن. اما او کلمه را که در سربردگی گذشته در هیئت دولت گفتم شما کارشناسانی که اینجا میآیند باید با مردم مشورت کنند، سنت های مردم را در نظر بگیرند، تجربیات مردم استفاده بکنند. معتقدم که کارشناسان موفق نخواهند بود اگر اتکا بر کارشناسی خودشون، بر علم و دانش خودشون داشته باشند و سنت ها را نادیده بگیرند، چرا که سنت فطریه و بشر همیشه دانشی داشته و دانش بشر از روی تجربه هست. شما تو منطقه تجربیاتی هست که دانشگاهی کارشناسی دانشگاه نداری. اینها اونجا منزل ها را کرسی درست کردن در گذشته، کرسی از خاک
خاک اونجا مثل سیمانه، مثل اسفالت سخته و آبش نمیبره، آب داخلش هم نفوذ نمی کنه. خاک جمع کردن، کرسی درست کردن، منزل ساختن. اینها هم یالا این منزل محفوظ مانده، ولی اینها که آمدن مدارس دولتی و بر زمین کار کرده. یعنی چه؟ برای چه ما کرسی درست میکنیم؟ ادارات حالا سیل که میاد اولین تومه این سیل همین مدارسان، همین خانه هایی که از کنم که مسکن و شهرسازی ساخته و یا ارگان ها و ادارات ساخته. چرا؟ که از تجربیت مردم استفاده نکرد. اگر بیم مردم ها بپرسن همین آبا میشه راحت مهار کرد. گذشته همین مردم همین آبا مهار کرد. این منطقه کلن به صورت بند بوده. این آب که می آمده توی دشت به تمام ویل می شده توی همین بندهای محلی. یک بند را پر می کرده به دوم پر می کرده به سوم، ساعت تا می رفته این دشت. و سیل بردگی خیلی در تاریخ گذشته در دشتیاری باهوکلا دشتیاری منطقه کلن خیلی کم بوده. خیلی میشه اینجا چای نیمه ساخت. این مردم در طول این مدت همش یک خواسته بوده که اینجا برای ما بسازن چای نیمه. و بالاخره آبا که میاید آبا سرریز صدها و باران اضافی بره توی همین چای نیمه ها و میتوانند صدای کوچک زیر صد بزرگ بزنند و آب از یک صد به صد دوم ببرن، از دوم به سوم. این صد ما پر میشن. این گنجی میشه برای مردم منطقه و آسان. حالا این کارشناسی محلی و تجربیاتی است، اونا هم مطالعه کنن. کارشناسی و علمیه که خودشون دارن اونا هم اعمال بکنن، ولی برای مردم از هر چیز مهم همین کاری اساسیه. و آب معزاد مسیر بدن که بره به دریا بریزه. میشه راحت مسیری باز کرد که آب معزاد بره توی مسیر و توی دشت و نشه که از این روستا به اون روستا وارد بشه. الله تعالی توفیق بده. کل این سیل های اون منطقه هر چگاه طغیان هم بکنن رودخانه قابل مهار و امکان مهارشون وجود داره. الله تعالی همه را جزای خیر بده، مخصوصا تیم هایی که از زاهدان رفته و از دیگر شهرستان رفتن و اونجا چندین روز ماندند و تلاش کردند. الله اینها را جزای خیر بده. به هر حال از وسایل اخیر روز انتخابات بود که در انتخابات همه پشت سر گذاشتن و انتخابات رفته و یک سری حرفا و حدیثا و بالاخره باقی مانده توی جامعه ما. و در این باره چند جمله عرضی داشتم که خدمت عزیزان و سروران عرض کنم که بسیاری خیال میکنه که این مردم ایران با دین مخالفان یا با نظام اسلامی مخالفان و این حرفا را میزنند و یا به هر حال یک سری حرفهای نسبت مردم هست که اینها به اشتباه فکر میکنن و فلان هست و واقعیت آنه که مردم ایران یک مردم بسیار نجیبه و مردم ایران انسانهای بسیار فهیم و انسانهای عجول هم نیست، صبورن، خیلی صبر دارن، خیلی متانت دارن و یکی از بهترین ملت ها یه دنیا
ملت ایران یعنی یکی از بهترین ها هست. ما نمی‌بینیم که ملت ایران از تمام ملت ها بهتره، به دیگران توهین نشه و یکی از بهترین و خوبان جامعه بشری هست و ملت ایران خیلی همکاری کرده. حالا بزرد 10 سال 40 اندی سال که گذشته از عمر انقلاب همین ایرانیان را دادن به جمهوری اسلامی و چه آرای بالایی دادن و به چه امیدی، به چه آرزویی و رای دادن. بعد در تمام سانه ها حضور پیدا کردن، خصوصا توی سانه ها و رقابت های انتخاباتی، ریاست جمهوری بوده، مجلس بوده، خبرگان بوده و حضورشون فعال بوده و اخیراً از چند دوره که ریزش شروع شده. این اولین دوره نیست، دوره گذشته هم بسیاری خود را از صحنه انتخابات کنار کشیدن. و چرا کنار کشیدن؟ این مسئله است که آسیب شناسی میخواهد توی دنیا مرسومه که هر آسیب و هر آفتی که وارد میشه آسیب شناسی میکنه که از کجا وارد شده است، از آسیب بزرگتر جلوگیری میکنه. مردم ریزش کردن برای آن که مردم به این نتیجه رسیدن که نحوه گزینش که الان در ایران کشور ما موجوده این نتوانسته مدیران لایق را گزینش بکنه، مدیران توانمند شایستگان ملت را نتوانسته به صحنه بیاره. بهترین را مردم تشخیص آنه که در همین طور که در بسیاری از کشورها همینه که ملت گزینش میکنه و مردم میآیند توی سانه، ملت فرزندانش را میدانه، شما آل زایدان میدانید که چه کسی بهتر میتونه درد شما را بخوره. مردم تهران شهروندان خودشون را میدانند، هر کسی میدانه این نمایندگان مردم اونا را گزینش بکنن. حالا که بالاخره گزینش تعیین شده که باید این گزینش بکنه، روند گزینش ها بالاخره مردم همه قبول ندارن، معتقده که نتوانسته این روند مدیران لایق برای ریاست جمهوری، مدیران شایسته را به عرصه بیاره. حالا ممکنه در بعد ضبط بلغه التزام به اسلام، بابا التزام به اسلام اگر شما امام جمعه تعیین میکنید باید التزام به اسلام داشته باشه. امام تعیین میکنید التزام به اسلام، رئیس جمهور شایستگی را داشته باشه، لیاقت داشته باشه. اصل اسلام هم قبول داره که ما معتقدیم که حالا بقیده ما و شخصیه که اصل ملک شایستگی از توانمندی بتونه ملک اداره بکنه، نه اینطور که همه چیز از دستش رها بشه. همانطور که موز اقتصاد در کشور ما رها شده است، ما هیچ مهاره ندارن بر این داره، بالاخره میری بالا و ارزش پول ایرانی داره میفته و زندگی برای تمام مردم مشکل میشود. بالاخره مدیر توانمند، اهل کار، نماینده که اهل کار باشه و همه مدیران اهل باشن، شایسته باشن و شایستگی ملت باشه، نه قومیت، نه مذهب، نه جناح، نه حزب. ببینید که شایسته که شایسته یک حزب و یک جناح، نه جناح مختلفان، مخالف باشه تو مجلس،
موافق باشه توی مجلس، در هیئت دولت موافق و مخالف باشه. این موافق و مخالف وقتی که باشد و بالاخره اصل راه پیدا میشه که باید چه مسیر درست بره. این به نفع کشوره، نه این ملت دشمن کشور است، نه دشمن دینه، و نه این مردمی که رای ندادن یا فعالیت نکردن، بعضی همون که مخالفت کردن انتخابات، بعضی تحریم کردن، بعضی توی خانه هایشون نشستن و سکوت کردن، گفتم قضاوت مردم میگوید، مردم به حال خود گذاشتن، من نکردم کسی را. ببینید مردم چه قضاوت میکنن، هر قضاوتی که میکنن اختیارشون دارن. و طیفه مختلف و برداشته مختلف و سلیقه مختلف در وقت انتخابات اعلام شد. نه مخالفن با دین، نه مخالفن با کشور، نه وابسته به این قدرت و اون قدرت، نه، اینا وابسته همین ملتن، همین مردمان، همین اکثریت مردمان، همین که فکر در ذهنشون هست. لحظا گفته که این به هر حال با این روندی که داره میرود همون نماینده تکرار گذشته، و تکرار گذشته نمیتونه که کشور نجات بده. و چیزی که گلایه مردم یا بگم ناراضگی مردم بوده که مسئولان صحبت مردم را، فریاد مرد خیرخواهانه و دل سوزانه این کشور و مملکت را گوش نکردند. و بالاخره گوش شنوا ما ندیدیم مدتی که اینجا هستیم. گوش شنوایی باشه، حرف را بشنود، آسیب شناسی بکنه، گفتمانی باشه، مذاکره‌ای باشه، اشکالات کجایه. و توی دنیا، همه دنیا اینا مرسوم و همین الله هم صحبت ما هم همین است دلسوزانه که به هر حال مسئولین با ملت ایران، اکثریت قاطع مردم بالاخره توی انتخابات حضور پیدا نکردن و همون آمار و ارقامی را که در کشور منتشر کردن، همون آمار و ارقام بگیریم، اکثریت قاطع شرکت نکردن. چرا شرکت نکردن؟ بالاخره باید اینها را بررسی بکنیم، با اینا بشینیم صحبت بکنیم، مشکل کجاست، مشکل رسیدگی بکنیم. و این حیاتی هست و این مهمه و اینها همش همین میگن که بله توی دنیا جای دیگه بالاخره یک مجلس حل و عقد تشکیل میدن و بالاخره طیفه مختلف و کارشناسان مختلف می نشینن و موضوع بررسی میکنن، حرفای مردم میشنوند و این حرفای مردم شنیده بشه حیاتی مهمه. این سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، تعلیم عن حضرت که آن حضرت را می گفته که این حضرت تنها گوشه، هر چی که بگید میشنوند. الله میگه که آن حضرت گوشه به نفع شما است و هم دستورات الله با الله ایمان داره، هم حرفای شما را قبول میکنه و باور میکنه. و به هر حال ما امیدواریم که الله تعالی خیر بیاره و این سبب بشه که بشینه فکر کنن. و به هر حال رمضان مبارک انشاءالله
در غروب یک شنبه برای مار نگاه میکنیم و اگر یک شنبه ما رویت بشه که غروب یک شنبه دوشنبه رمضان هست و اگر رویت نشود سه شنبه رمضان میشه و اگر عزیزان ماه را دیدن انشاءالله اطلاع بدن و خبر بکنن. الله تعالی من و شما را توفیق عمل عنایت کنه و رمضان درخشان و نورانی که میاد الله تعالی ما را توفیق بهره برداری حد اکثر عنایت کنه و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.